به نام خدا. کتاب حکایت ملت عشق، پارت 7، بخش دوم کتاب. آب، پدیده‌های سیال، جاری و متغیر. بخش بعدی، مولوی، قونیه، 15 اکتبر 1244. امشب ماه آسمان بسیار زیبا و باشکوه است. انگار مرواریدی بزرگ از بالا آویزان شده است. بیدار که شدم از پنجره به بیرون اتاق به حیاتی که غرق در نور مهتاب بود نگاه کردم. زیبایی ماه چشمها را می نوازد، اما نه داروی لرزش قلبم است و نه لرزش دستهایم. امشب هم به طور ناگهانی از خواب پریدم. همسرم گفت: سرورم، باز رنگت پریده، نکند همان کابوس شبانه به سراغت آمده. بروم برایت یک لیوان آب بیاورم. از او خواستم نگران نباشد و بخوابد. راستش کاری هم از دستش بر نمی آید. خوابهای ما قسمتی از سرنوشت ما هستند و سرنوشتمان هم دست خداست. پس ما کاری نیستیم. من مطمئن هستم که دلیلی برای خوابهایم هست. 40 شب است که همین خوابها را می بینم. پس مطمئن هستم حکمتی دارد و زمانی می فهمم که رویاهایم نشانه چیست. با آن که شروع خوابهایم عوض می شود، پایانش یکی است. انگار این رؤیا ساختمانی بزرگ است که من هر شب از دری متفاوت وارد آن می شوم، ولی به هر حال خانه همان است. امشب هم خواب دیدم که در اتاقی که فرش شده است و برایم بسیار آشنا است قرآن می‌خوانم. ولی الان فکر می‌کنم که من آن اتاق را تا به حال ندیده بودم. درست جلوی چشمان ما درویشی لاغرندام و بلند قد نشسته است و صورتش را با نقابی پوشانده است. او شمعدانی در دست داشت که 5 شمع روشن در آن جا گرفته بودند و آن شمع‌ها را طوری جلوی من نگه داشته بود که با نورش بتوانم قرآن بخوانم. بعد از کمی سرم را بلند کردم تا کلمه‌ای که توجهم را به خودم جلب کرده بود را تفسیر کنم و نظر او را بپرسم. اما در کمال تعجب متوجه شدم که چیزی که من فکر می کردم شمعدان است، در واقع دست راست آن درویش است که 5 انگشتش مانند شمع شعله‌ور بودند و می سوختند. نگو درویش خودش را می سوزانده تا به من نور بدهد. با وحشت و دست پاچگی دنبال آب می گشتم که شعله ها را خاموش کنم، اما در اطرافم قطره آبی هم نبود. خرقه ام را در آوردم و به سمت درویش پرت کردم تا با آن شعله ها را خاموش کند. اما وقتی خرقه ام را برداشتم، درویش ناپدید شده بود و فقط شمعی روشن به جای آن باقی مانده بود. از این به بعد خوابم هر شب تکراری و یکسان است. من به دنبال او در خانه می گردم. هر گوشه‌ای و هر شکافی را می گردم. سپس به دنبالش در حیاط می دوم. همه جا غرق گلهای زرد است. به هر سمت بر می گردم و فریاد می کشم، اما کسی که دنبالش می گردم انگار آب شده و رفته روی زمین. برگرد، عزیزتر از جانم، کجا رفتی؟ بالاخره انگار که صدایی نحس و بچگون شنیده باشم، به خود تکانی داده و به سمت چاه می روم. به آبهای تاریک که ته چاه موج می خورند چشم می دوزم. اما چیزی نمی بینم. اما کم کم چشمانم به تاریکی عادت کرده و بهتر می بینم. همان هنگام متوجه چیزی می شوم. ته چاه یک جفت چشم سیاه رنگ به من خیره ماندند. انگار برای همیشه با دنیا وداع می کنند. یک نفر فریاد می کشد: کشتندش! بالاخره او را کشتند. شاید آن که فریاد می کشد من باشم. چه کسی می داند؟ شاید از فرد اضطراب صدایم چنان عوض شده که خودم هم نمی شناسمش. و آن هنگام من فریاد می کشم. آنقدر پشت سر هم فریاد می کشم که خیس عرق می شوم.
تا اینکه زنم مرا از خواب بیدار می کند. با محبت مرا در آغوش کشیده و می پرسد عزیزم باز همان خواب را دیدی؟ بعد از اینکه کررا دوباره به خواب رفت به آرامی به سمت حیاط می روم. ترس تمام وجودم را فرا گرفته است. انگار خوابم هم همراه من است. سکوت شب همه جا را فرا گرفته است. چشمم که به چاه افتاد بر خود لرزیدم. با این حال خودم را به نزدیکش رساندم. رفتم و کنارش نشستم. نسیمی میان درختان وزید و برگها صدای خشخش نامحسوسی میدادند. در چنین لحظاتی غم مبهم وجودم را فرا میگیرد، اما علتش را هم خودم هم نمیدانم. حال آن که زندگی من مملو از کمال و روشنی است. خداوند 3 نعمت که بیشترین ارزش را برایشان قائلم به من ارزانی داشته است: علم، تقوا و توانایی کمک به دیگران در خداشناسی. تا به سن 38 سالگی برسم خداوند همیشه بیشتر از آنچه که از او میخواستم را به من میداد. از علم کشف الهی که انبیا و علما هر یک به فراخور خیش از آن بهره دارند به قدر خود سهم بردم. پدر مرحومم راه ترقی را برایم باز کرد و مرا با استادان بزرگی آشنا ساخت که هر کدام از آنها چراغ هدایت من شدند. همیشه فکر می کردم که خواندن و تلاش کردن و دیگران را هدایت کردن وظیفه بنده به خداست و برای عمق بخشیدن به آگاهیم بسیار خواندم و بسیار تلاش کردم. استاد بزرگ مرتبه‌ام سید برهان الدین همیشه می گفت تو یکی از محبوب ترین بنده های خدا هستی، چرا که من همواره تلاش می کردم که پیام حق را به خلق او برسانم و همچنین آنها را راهنمایی کنم که راه خطا و صواب را از هم تفکیک کنند. سالهای زیادی در مدرسه تدریس کردم. با علمای دینی زیادی بحث و گفتگو کردم. در فقه و حدیث بسیار پیش رفتم. هر هفته در بزرگترین مسجد شهر مجلس وعظ دارم. طلبه هایی که نزدم آموزش دیدند آنقدر تعدادشان زیاد است که شمار آنها از یادم رفته است و خیلی از آنها را به نام هم نمی شناسم. هنگامی که مردمان عادی پیشم می آیند و ابراز می کنند که سخنان من باعث تغییرات مثبتی در زندگی آنها شده، بسیار خرسند می شوم و خدا را شکر می کنم و می دانم که این گونه سرنوشتی قسمت هر فردی نمی شود. به خودم می بالم که خانواده‌ای خوشبخت، شهرت و اعتباری بی‌نقص، دوستانی خوب و مریدانی صادق در کنارم هستند. وقتی دیگران و اطرافیانم هنر و دانش مرا می ستایند به خودم افتخار می کنم. هرگز در زندگی کمبود و کاستی باعث ناراحتی من نشده است. فقط پس از مرگ همسر اولم گویی دنیا بر سرم خراب شد. خداوند از کررا راضی باشد، چرا که در سایه محبت و مهربانیش دوباره به زندگی قبلی خود برگشتم که مملو از شادی و البته بی نیازی بود. هر 2 پسرم هم در رفاه کامل بزرگ شدند، اما نمیدانم که با وجود اینکه هر دو در محیطی یکسان و مملو از سعادت بزرگ شدند چرا اینقدر با هم فرق دارند. انگار در خاکی یکسان 2 بذر یکسان را کنار هم می‌کارید و شرایط مساعد یکسانی را هم مهیا می‌کنید، اما ناگهان متوجه می‌شوید که 2 نوع گیاه متفاوت رشد کردند. به هر دوی آنها فخر می‌کنم، همچنان که به دختر خوانده‌ام که سرشار از استعداد و نبوغ است افتخار می‌کنم. من مردی خوشبخت هستم، هم در محیط خانه و هم در اجتماع. اما چرا من با این وجود خلأی در درونم احساس می‌کنم که نمی‌توانم توضیحش بدهم و هر روز این خلأ بزرگتر و پهن‌تر می‌شود. انگار مانند بیماری وجود مرا به ضعف و سستی می‌کشاند و هر روز بیشتر از روز قبل مرا درگیر خودش می‌کند. انگار در درونم سری هست که نه تنها دیگران از آن بی اطلاعند، بلکه خودم هم از آن اطلاعی ندارم. اگر روزی درویشی را که در خواب می‌بینم را در عالم واقعیت بیابم، سرچشمه آن راز را از او می‌پرسم. مطمئنم که او جوابم را می‌داند
و علت ترس و وحشت مرا هم می‌داند. بخش بعدی، شمس، قونیه، 17 اکتبر 1244. عادتی قدیمی دارم که وقتی به شهری جدید میرسم مقابل دروازه آن می ایستم و به تمام اولیای آنجا درود میفرستم، چه مرده و چه زنده، چه مشهور و چه ناشناس. به تمام عالمانی که در آنجا زندگی کرده و یا می کنند سلام می کنم و از آنها اجازه ورود می طلبم. تفاوتی هم نمی کند که اکثر ساکنان آن شهر مسلمان باشند یا مسیحی و یا یهودی. مطمئناً در هر منطقه اولیایی وجود دارد که از تفاوت‌های دینی و جنسی فراتر رفتند. هر ولی در واقع راهنمای همه بشریت است. وقتی قونیه را برای بار اول دیدم همان کاری را کردم که عادت داشتم. اما بعدش اتفاق عجیبی افتاد. به جای اینکه اولیای آن شهر طبق عادت جواب سلامم را بدهند، مانند سنگ قبرهای شکسته ساکت و بی صدا ماندند. گفتم شاید صدایم را نشنیدند. دوباره سلام دادم ولی باز جواب ندادند. مطمئن شدم صدایم را شنیدند، اما به دلیلی که من بیخبرم اجازه ورود به شهر را به من نمیدهند. کلمات را به دست باد سپردم تا به هر 4 طرف ببردشان. ای اولیای قونیه، چرا به این مسافر اجازه ورود نمی دهید؟ بعد از مدتی باد با این جواب برگشت. ای درویش، اجازه می دهیم، اما بدان که در این شهر با 2 چیز متناقض روبرو خواهی شد که حد وسط ندارد. یا با عشق ناب و یا نفرت خالص روبرو خواهی شد. به تو در این مورد هشدار می دهیم. با در نظر گرفتن عواقبش می توانی وارد شوی. گفتم به نظرم جای نگرانی نیست. زمانی که بتوانم عشق ناب را بیابم برایم کافی است. با شنیدن سخنم عالمان قونیه به من درود فرستاده و اجازه ورود دادند. اما نمیخواستم فوری وارد شهر شوم. زیر درخت بلوط در خارج از شهر نشستم. اسبم مشغول استراحت و خوردن علفهای دور و اطراف بود و خودم مشغول نظاره ساختمانهای شهر. مناره قونیه زیر آفتاب مانند شیشه شکسته شده‌ای برق می‌زد. گاهی هم صدای پارس سگ‌ها، عرعر الاغ‌ها، قهقهه‌های کودکان و فریاد دورگردها به گوش می‌رسید. صداهای عادی در شهری سرزنده. پشت درهای بسته و پنجره‌های مشبک کدامین ماجراها و سرنوشتی برایم رقم می‌خورد. چه غم‌ها و چه شادی‌هایی منتظر من بودند. داشتم به جایی می‌رفتم که هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانستم. راستش کمی احساس نگرانی می‌کردم. اما همان موقع قاعده 14 از قواعد 40گانه عشق به ذهنم رسید. تلاش کن تا در مقابل سرنوشتی که برایت مقدر شده است مقاومت نکنی. باید تسلیم شد. اجازه بده که زندگی با تو جریان یابد. نگران نباش که روزی زندگیت زیر و رو شود. از کجا معلوم که زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد؟ با صدای دوستانه ای از فکر بیرون آمدم. سلام علیکم درویش. وقتی برگشتم جوانی نیرومند و روستایی که پوست تنش زیتونی رنگ بود و سیبیل‌هایش آویزان را دیدم. او سوار بر درشکه‌ای بود که گاوی پیر و نحیف که به نظر می رسید نفسهای آخرش را می کشد آن را می کشید. جواب دادم علیکم السلام و رحمت خدا بر تو باد. در ادامه گفت چرا اینجا نشسته اید؟ اگر از اسب سواری خسته شده ای می توانم با گاری به شهر برسانمت. لبخندی زدم و گفتم ممنونم، ولی من فکر می کنم اگر با پای پیاده بروم سریعتر از گاری تو به شهر می رسم. مرد روستایی که پیدا بود به خودش گرفته گفت
این گاو مرا دست کم نگیر. شاید خیلی پیر و ضعیف باشد ولی بهترین دوست من در این دنیاست. با شنیدن حرفهایش له شدم. زود سر پا ایستادم و جلوی مرد روستایی سرم را خم کردم. من که وجودم نزد خدا ذره‌ای بیش اهمیت ندارد، چگونه توانستم مخلوق خدا را هرچند از سر شوخی چه انسان و چه حیوان را تحقیر کنم؟ حالا که مرتکب خطا شدم باید عذرخواهی کنم. گفتم من از تو و گاوت معذرت می‌خواهم. لطفاً مرا ببخشید. مرد روستایی از تعجب دهانش باز مانده بود. بدون حرکت مدتی به من نگاه کرد. انگار میخواست بفهمد که من دارم سر به سرش میگذارم یا نه. زیر لب گفت قبلا کسی این کار را نکرده بود. لبخندی زد و سخنش را تکرار کرد. یعنی تو میخواهی از من و گاوم عذرخواهی کنی؟ جواب دادم یعنی تا حالا کسی از تو یا گاوت عذرخواهی نکرده؟ با حالتی مردد گفت گاوم که هیچ. تا حالا کسی از خودم هم معذرت نخواسته بود. یعنی معمولا این من هستم که از دیگران عذرخواهی میکنم، حتی اگر دیگران مقصر باشند. با شنیدن حرفش متأثر شدم. به آرامی گفتم قرآن به ما میگوید که هر یک از ما به بهترین شکل آفریده شدیم و انسان اشرف مخلوقات است. علاوه بر آن یکی از قانونها این است. پرسید کدام قانون و قاعده؟ گفتم قاعده 15. خداوند هر لحظه در حال کامل کردن ماست، چه از درون و چه از بیرون. خداوند خود را با به کمال رساندن انسانها مشغول می سازد. هر کدام از ما اثر هنری ناتمامی هستیم. هر اتفاقی که برایمان می افتد، هر خطری که پشت سر می گذاریم برای رفع نواقص و عیوب ما ساماندهی شده است. پروردگار ما به کمبودهایمان جداگانه رسیدگی می کند. زیرا اثری که انسان نام دارد به دنبال کمال است. مرد روستایی پرسید آیا شما هم برای شرکت در مراسم وعظ آمده اید؟ اگر همین طور است باید همین الان راه بیفتید، چون جلسه واقعاً شلوغ می شود. او خطیب بزرگی است و افراد زیادی از نقاط دور و نزدیک برای شنیدن سخنانش به اینجا می آیند. همین که فهمیدم در مورد چه کسی حرف می زند قلبم به تپش افتاد. پرسیدم حالا بگو ببینم چرا موعظه های مولوی این همه طرفدار دارد؟ مدتی فکر کرد. به افق خیره ماند. انگار ذهنش هم اینجا بود و هم آنجا. بعد اینطور گفت. از روستایی می آیم که سختی های زیادی را متحمل شده است. ابتدا خشکسالی و قحطی شد و سپس قوم مغول حمله کرد. آنها هر روستایی را سر راهشان می سوزاندند و غارت می کردند. اما آنچه در شهرهای بزرگ انجام دادند وقیح تر بود. روم، سیواس و قیصریه را تصرف کردند. مردها را کشتند و زنها را اسیر گرفتند. من به شخصه نه قوم و خویشی را از دست دادم و نه خانه و کاشانه ای را. اما احساس می کنم چیز مهمی را از دست دادم. من شادی و شورم را از دست دادم و غمی عظیم روح مرا فرا گرفته است. پرسیدم خب این وسط مولوی چه کار است؟ مرد روستایی سرش را خاراند و به گاوش خیره شد. با صدای لرزانی گفت همه میگویند اگر به سخنرانی‌های مولوی گوش دهی دلت از غم پاک می شود. به شخص من عیبی در داشتن غم نمی دیدم. به نظر من شادی در نتیجه ریا و تزویر به دست می آید. یعنی دانستن حقایق و واقعیت‌ها غم و غصه را بر دل آدمی می نشاند. در این دنیا آدم‌هایی که بیشتر بدانند ساکت‌تر و غمگین‌ترند. اما نیازی ندیدم اینها را به مرد روستایی بگویم. فقط به او گفتم چرا همراه من تا قونیه نمی آیی؟ در راه می توانی در مورد مولانا برایم حرف بزنی.
افسار اسبم را به گاری بستم و کنار آن مرد روستایی نشستم. وقتی دیدم که سوار شدن من هیچ فرقی به حال گاو پیر نکرد خوشحال شدم. به هر حال او با همان سرعت کم به راهش ادامه میداد. مرد روستایی نان و پنیر بز تعارف کرد. صحبت کنان مشغول خوردن شدیم. با این شرایط هنگامی که خورشید در آسمان نیلی می درخشید و زیر سایه عالمان قونیه که مرا زیر نظر گرفته بودند وارد قونیه شدم. همانطور که از گاری پیاده می شدم گفتم دوست من مواظب خودت باش. افسار اسب را باز کردم. مرد روستایی با محبت فراوان گفت حتما به مجلس وعظ بیا. سرم را به نشانه تایید تکان دادم و گفتم انشاءالله و از او خداحافظی کردم. با آن که بی‌صبرانه می‌خواستم مولوی را ببینم ولی می‌خواستم قبل از ملاقاتش در شهر پرسه بزنم و بفهمم نظر مردم قونیه در مورد این واعظ بزرگ چیست. پیش از دیدن رفیق جانم باید می‌فهمیدم دیگران او را چگونه فردی می‌بینند. مهربان یا نامهربان، دوست داشتنی و یا دوست نداشتنی. بخش بعدی حسنگدا، قونیه، 17 اکتبر 1244. باور کنید یا نکنید زندگی برای من و امثال من همواره عذابی تمام نشدنی است و من همیشه در برزخ هستم، چون من جزام دارم. هیچ کس وجود مرا نمیتواند تحمل کند. نه زنده و نه مرده نمیخواهد من در کنارش باشم. مادرها برای ترساندن کودکان خود مرا با انگشت نشان میدهند و بچه ها هم با سنگ مرا میزنند. کاسبهای محله و بازار مرا از جلوی دکانشان میرانند و از خودشان دور میکنند، چرا که مرا بچگون میدانند. زنان حامله هم صورتشان را از من بر میگردانند، انگار اگر چشمشان به من بیفتد بچه توی شکمشان ناقص الخلقه متولد می شود. مردم عادی برای اینکه چشمشان به ما جزامی ها نیفتد دست به همه کاری می زنند و در واقع آنها نمی دانند که این ما هستیم که می خواهیم از آنها دور باشیم تا شاهد نگاه ها و اشاره های ترحم‌آمیز و دردآورشان نباشیم. جزام در واقع مرگ تدریجی است. ابتدا پوست دچار تغییراتی می شود و کلوفتر و تیره‌تر می شود، درست مانند تکه‌ای چرم. تکه هایی به شکل قده و رنگ تخم مرغ گندیده روی شانه ها، زانوها، دستها و صورت پدید می آید. سوزش و خارش شدیدی در این نواحی به وجود می آید. بعد معلوم نیست چرا یک دفعه درد کمتر می شود. شاید به نوعی بی‌حس و کرخت می شود. بعد به تدریج قده ها بزرگ و بزرگتر می شوند و ورم می کنند و به پینه های باد کرده تبدیل می شوند. دست ها تبدیل به پنجه می شوند و صورت به گونه‌ای تغییر شکل می دهد که دیگر نمی شود آن فرد را به جا آورد. حالا من در مرحله آخر قرار دارم. یعنی دیگر نمی توانم پلک هایم را روی هم بگذارم. اشک و بزاقم در اختیار خودم نیست و بی اراده سرازیر می شوند. 6 تا از ناخن‌های دستانم افتاده و 7می هم در راه است. اما عجیب این است که هنوز موهایم نریخته. فکر می کنم این یکی به خاطر خوششانسی من است. شنیدم که در اروپا جزامی ها را در خارج از محدوده شهری نگه می دارند. اما در اینجا ما می توانیم زنگوله‌ای به خود ببندیم و همچنان در شهر بگردیم تا به مردم عادی حضور خودمان را نشان بدهیم. در ضمن می توانیم گدایی هم بکنیم و این به نفع ماست، چون در غیر این صورت از گرسنگی تلف می شدیم. گدایی یکی از 2 راهی است که برای نجات زندگی در پیش می گیریم. اولی گدایی کردن، دومی برای دیگران دعا کردن. با هر 2 راه هم می توان شکم را سیر کرد.
نمیدانم چرا مردم فکر میکنند دعای ما جزامی ها زودتر مورد قبول خداوند قرار میگیرد. آنها تصور میکنند خدا به ما عنایتی خاص دارد و من در عوض فکر میکنم چه حرف مفتی میزنند. به هر حال طرز فکرشان اینگونه است. آنها با اینکه دوست ندارند ما را ببینند از ما خواهش میکنند که برایشان دعا کنیم. آنها ما را صدا میزنند و از ما میخواهند برای مریضهایشان، زمینگیرهایشان، افراد مسن و گرفتار دعا بخوانیم. آنها به ما پول و غذا میدهند و احتراممان میکنند تا شاید کمی بیشتر آنها را دعا بکنیم. عجیب است، آنها در خیابان با ما بدتر از یک سگ رفتار میکنند، ولی وقتی به دعای ما احساس نیاز پیدا کردند و احساس کردند که مریضی آنها سخت‌تر است و یا دارند میمیرند، با ما مثل پادشاه رفتار میکنند. هر وقت مرا برای دعا کردن اجیر کردند، سرم را خم میکنم و صداهای بی‌معنی ولی شبیه به عربی از دهانم در میآورم و طوری رفتار میکنم که انگار در حال خشوع در برابر پروردگار هستم. همه این کارها را از روی تظاهر انجام می دهم، چون حتی باورم نمی شود که خدا به حرفهای من گوش بدهد. هیچ وقت چیزی را ندیدم که باعث شود خلاف این فکر را بکنم. با اینکه دعا کردن پرسودتر از گدایی کردن است، اما من گدایی را ترجیح می دهم. حداقل موقع گدایی کسی را فریب نمی دهم. بهترین روز هفته برای گدایی جمعه است. مخصوصاً وقتی ماه رمضان باشد. دیگر روزهای رمضان هم پرفایده است، اما آخرین روز رمضان یک چیز دیگر است. در آن روز جیب همه گداها پر می شود. در این روز حتی خسیس‌ترین افراد هم در کمک کردن به گدایان با هم رقابت می کنند. آنها امیدوار هستند با دادن صدقه تا پایان ماه رمضان گناهان آنها چه در گذشته و چه در زمان حال مورد بخشش خداوند قرار گیرد. یک بار در سال هم که شده همه به دنبال گداها می گردند و از آنها فرار نمی کنند. هرچه گدایی که پیدا کردند بدبخت‌تر و پریشان حال‌تر باشد، بیشتر خوشحال می شوند و وجدانشان آسوده تر می شود. امروز هم باید روز پرکاری برایمان باشد، چون مولانا مجلس وعظ دارد. مسلماً مسجد پر از مردم شده است و کسانی که نتوانستند در شبستان برای خود جایی پیدا کنند، توی حیاط به صف ایستادند. امروز که جمعه است، همه گداها و جیببرها این اطراف جمع شدند، مانند من که هر جا باشم خودم را به این جمعیت میرسانم. به درخت افرا در ورودی مسجد تکیه دادم. بوی خاک باران خورده و نمناک با رایحه شیرین باغ‌های میوه اطراف در فضا پیچیده بود. کاسه گداییم را جلویم گذاشتم. مانند دیگر گداها به دیگران التماس نمی کنم. یک فرد جزامی نیازی نمی بیند که ناله و زاری کند یا التماس کند و اشک بریزد. وقتی صورت امثال من را ببینند دیگر نیازی نیست به آنها بگویی چقدر بدبخت و بیچاره ای. در لحظات اول چند سکه توی کاسه هم انداختند، اما همش سکه های مسی بود. کاش بین آنها یک سکه طلایی هم بود با نشان خورشید، شیر و یا هلال ماه. از زمانی که علاءالدین کیقباد قانون سکه های رایج را برانداخته، سکه بیک حلب، دینار فاطمی و خلیفه بغداد، حتی فلورین ایتالیا هم اینجا مانند سکه رایج دست به دست می شود. خب مگر می شود حاکمان قونیه این سکه ها را قبول کنند ولی گداها قبول نکنند؟ همراه سکه ها چند برگ خشکیده هم توی بغلم افتاد. باد ملایمی می‌وزید و درخت افرا برگ‌های طلایی‌اش را بر روی من می‌انداخت. انگار مردم به من صدقه می‌دادند. با دقت که به درخت نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که من و درخت افرا شباهت زیادی با هم داریم. از این نظر که درخت افرا در پاییز کم کم برگ‌هایش را از دست می‌دهد
و من مثل سایر جزامی ها رفته رفته قسمتی از بدنم را از دست می دهم. من هم مانند درختی بی برگ و عریانم. پوست بدنم به اعضایم می پوسد و می ریزد. هر روز بخشی از بدنم مرا ترک می کند. اما من برعکس درخت به بهار امیدی ندارم تا دوباره شکوفه زده و کمبودهایم را جبران کنم. هر چه که از دست بدهم دیگر به دست نمی آورم. هر بار که فردی سکه ای را در کاسه من می اندازد، بسیار با عجله و شتاب زده این کار را انجام می دهد و اصلا نگاهی هم به صورت من نمی اندازد. انگار می ترسد که نحسی و مریضی من به آنها سرایت کند. در نظر مردم عادی ما از یک دزد و یا حتی قاتل هم ترسناکتر هستیم. وقتی به این گونه افرادی برخورد کنند شاید کار آنها را تایید نکنند، ولی لااقل طوری رفتار نمی کنند که انگار آنها آدمهای نامرئی هستند. اما وقتی نوبت به من و امثال من می رسد اصلا ما را نمی بینند. حتی نگاهی هم به ما نمی اندازند. وقتی هم به ما نگاه کنند در صورتمان فقط مرگ را می بینند و دوست ندارند باور کنند که مرگ ممکن است اینقدر نزدیک و ترسناک باشد. برای همین نگاهشان را از چشممان می دزدند. یک لحظه صدایی از پشت به گوش رسید و پشت سر آن همه فریاد می زدند. دارد می آید! دارد می آید! البته که کسی که می آمد مولانا بود. سوار بر اسبی سپید به رنگ شیر. با قبایی کهربایی رنگ و نفیس که با ورقه های طلا و مروارید آراسته شده بود. مردی عاقل، مغرور، نجیب و با شکوه که مریدانش پشت سر او پیش می آمدند. با آن همه اعتماد به نفس، فراست و جذبه‌ای که از سر و رویش می بارید بیشتر شبیه حاکمان بود تا عالمان دینی. سلطان باد و آتش و آب و خاک بود. حتی اسبش هم گردنش را برافراشته بود. انگار می دانست که سوارش چه مرد با عظمتی است. فوری سکه هایم را در جیبم ریختم. نصف صورتم را بیرون گذاشتم. وارد مسجد شدم. آنقدر شلوغ بود که حتی نفس کشیدن هم به سختی صورت می گرفت. به زحمت جایی برای نشستن پیدا کردم. مولانا گفت: برادران، صدایش را مرتب بالا و پایین می برد. همگی ما گاه گاهی این تصورات را می کنیم که در مقابل این دنیا چقدر حقیریم یا چقدر مشکلات ما زیاد است. مرزهای ادراک و اراده و عقلمان مشخص است. گوشت و پوستمان معلوم است. بعضی ها صرفاً این را می بینند و می پرسند در پیشگاه خداوند چه معنایی دارد این جان فانی ما؟ ارزش من در این عالم بیکران چیست؟ بحث و گفتگوی امروزمان در مورد این موضوع است. دو پسر مولانا در صف اول نشسته بودند. سلطان بلد که خوش‌تیپ‌تر است و میگویند با مادر مرحومش مونه میزند و برادرش علاءالدین که چشمانی نافذ و صورتی گشاد دارد. هر دوی آنها به داشتن پدری مانند مولانا افتخار می‌کنند. مولانا ادامه داد: فرزندان آدم به چنان علمی دست یافتند که آن علم را نه کوه‌ها می‌توانند به دوش بکشند و نه آسمان‌ها. برای همین است که در قرآن آمده است ما این امانت و مسئولیت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، از تحمل آن سر باز زدند و از آن می‌ترسیدند. انسان آن را بر عهده گرفت. پس انسانی که به این چنین مقام بالا و مهمی دست یافته چرا در پی هدفی باید باشد که از آنچه خدا برایش در نظر گرفته پست‌تر است؟ مولانا بسیار شمرده حرف می‌زد. مانند انسان‌های با تحصیلات بالا همه لغت‌هایش را به دقت انتخاب می‌کرد تا برای عامه مردم قابل فهم باشد. خیلی روان و رسا حرف می‌زد. وقتی در مورد خدا حرف می‌زد به گونه‌ای بود که ما را متقاعد می‌کرد که خدا در آسمان‌ها نیست، بلکه نزدیک ماست و از یک دوست صمیمی هم به ما نزدیکتر است.
او گفت که با مشکلات و سختی‌ها به پروردگار نزدیکتر می‌شویم. شما همیشه دستانتان را باز و بسته می‌کنید. اگر این کار را نکنید بی‌حس شده و از کار می‌افتند. هستی ما هم همین طور است. لحظه ای باز می‌شود و لحظه ای بسته. این حالتها که به نظر متناقض می‌آید جوهره هستی است. اگر به پرنده‌ای در حال پرواز نگاه کرده باشید، بالهایش را به زیبایی یک بار می‌بندد و یک بار باز می‌کند. در ابتدا از چیزهایی که می‌شنیدم خوشم آمد. پس شادی و غم مانند بالهای پرنده به هم وابسته هستند. اما ناگهان دلم لرزید و شک و تردید همه وجودم را فرا گرفت. مولوی از بدبختی، رنج و مصیبت چه می‌داند؟ او که فرزند مردی برجسته و والا مقام و از خاندان معتبر و ثروتمند می باشد و زندگی همیشه روی خوشش را به او نشان داده است. چگونه از درد و فقر و محرومیت حرف می زند؟ فکر می کنم تنها سختی روزگار مرگ همسر اولش بوده است و درد دیگری در زندگی نداشته است. از بچگی نازش را کشیدند. همه دوستش داشتند. بهترین عالم‌ها به او درس دادند. در ناز و نعمت بزرگ شده و در رفاه کامل به اوج رسیده است. پس چگونه از نداری و محرومیت و بدبختی سر در می آورد؟ دلم گرفته بود. می دانستم فاصله من با مولوی چقدر زیاد است. چرا خداوند در این مورد عدالت نداشت؟ سهم من فقط فقر و نیاز، بیماری و گرسنگی، بدبختی و مصیبت بود و سهم مولوی ثروت و موفقیت، عقل و کمال و سعادت بود. چقدر افراط و تفریط شده بود. با وضع ملوکانه و شهرت و اعتبار بی‌عیب او به نظر می آید که نباید ساکن زمین و یا حداقل این شهر باشد و در مقابل من مجبورم صورتم را از دیگران بپوشانم تا مبادا حال دیگران با دیدن ریخت و قیافه من به هم بخورد و این زمانی است که او در مجالس عمومی مانند جواهری گرانبها می درخشد. به این فکر می کنم که اگر مولانا به جای من بود چه کار می کرد؟ چطور زندگیش را می گذراند؟ مطمئناً آن وقت می فهمید که تحقیر شدن و حرف مفت شنیدن یعنی چه؟ اگر او جای من بود باز هم می توانست حضرت مولانا باشد؟ با هر سؤال جدیدی که به ذهنم خطور می کرد نفرت در من ریشه می دواند. با اینکه به شدت به او علاقه‌مند بودم اما حس نفرت و حسادت در من پیشی گرفت و از جایم بلند شدم. به زحمت جا باز کردم تا از آنجا خارج شوم. بعضی‌ها با تعجب و کنجکاوی به من نگاه می‌کردند. به نظرم پیش خود فکر می‌کردند که چرا دارم با هزار زحمت از مجلس بیرون می‌روم در حالی که افراد زیادی هستند که برای آمدن به مسجد دارند خودشان را می‌کشند. بخش بعدی شمس قونیه 17 اکتبر 1244. بعد از اینکه مرد روستایی مرا به مرکز شهر رساند، اولین کاری که کردم دنبال یک سرپناه برای خودم و اسبم گشتم. کاروانسرای شکرچی به نظرم مناسب آمد. 4 اتاق نشانم دادند و آن اتاقی را انتخاب کردم که اساسش از همه کمتر بود. یک زیرانداز حصیری، پتویی کپک زده، یک چراغ نفتی کهنه و تکه آجری خشک شده جلوی آفتاب که می توانستم آن را به عنوان بالش زیر سرم بگذارم و البته منظره‌ای زیبا که از ایوانش می توانستی تمام شهر را تماشا کنی و تا تپه‌های اطراف هم دید داشت. وقتی در یک جا استقرار یافتم به شهر رفتم تا پرسه‌ای در آن بزنم. در هر قدم با زبانی متفاوت، دینی متفاوت و رسمی متفاوت روبرو شدم. به نوازنده های کولی، مسافران عرب، مهاجران مسیحی، تاجران یهودی، راهبهای بودایی،
شاعران فرنگی، هنرمندان ایرانی، بندبازهای چینی، ماربازهای هندی، ساحران زرتشتی و فیلسوفان یونانی برخوردم. در بازار برده فروشان کنیزهایی را دیدم که تنشان مثل شیر سفید بود و قوی و خواجه های سیاه پوستی که زبانشان از آن همه ظلمی که در حقشان شده بود بند آمده بود. در بازار به سلمانی های دورگردی برخوردم که اسباب حجامت در دست داشتند. پیشگوهایی را دیدم که کره های بلورین در دست داشتند و نیز به شعبده بازهایی برخوردم که آتش را قورت می دادند. در راه مهاجرانی را دیدم که به اورشلیم می رفتند و سربازان فراری را دیدم که از جنگ‌های صلیبی در رفته بودند. مردم به زبان‌های مختلفی حرف می‌زدند. فرنگی، ساکسون، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، ارمنی، عبری و لهجه‌های دیگری که من تشخیص نمی‌دادم. با تفاوت‌های فاحشی که با هم داشتند، یک شباهت مشترک هم داشتند و آن کامل نبودن بود. همه آنها اثری بودند نیمه تمام. کل شهر مانند یک برج بابل بود. هر چیزی در حال تغییر تدریجی بود. در حال جدایی، حل شدن، نو شدن، خراب شدن، جان گرفتن، جان بخشیدن و مردن. در میان این همه شلوغی و هرج و مرج در جای دنج آرام و خلوت ایستادم و به اطرافیانم چشم دوختم. با آنها کاملا فرق داشتم و هیچ وجه شباهتی نمی دیدم. ولی با این وجود بدون اینکه فرقی بین آنها قائل شوم احساس کردم به آنها خیلی نزدیکم و از ته دل به آنها عشق می ورزم. در این زمان بود که قاعده 16 که قانون طلایی قواعد 40 بود را برای خودم بازگو کردم. دوست داشتن خدایی که کامل است و بی نقص بسیار آسان است. دشوار آن است که انسان را با نقصها و کمبودهایش دوست داشته باشی. به خاطر داشته باش که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد میتواند بشناسد. پس تا آفریده ای را به خاطر آفریدگارش دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی و نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی. در کوچه های تنگ و تاریک گشتم. کاسبکارها پیر و جوان در دو طرفشان دکان داشتند. از صبح تا شب جان می کندند تا لقمه نانی سر سفره داشته باشند و می شنیدم که همه در مورد مولوی حرف می زنند. خیلی کنجکاو شدم. چگونه مولوی توانسته این همه شهرت و محبوبیت به دست آورد؟ این همه اعتبار و علاقمندی چه تأثیری روی نفس آدمیزاد می تواند بگذارد؟ ذهنم پر از آشوب بود. ندانسته در خلاف جهت مسیر مسجد به راه افتاده بودم. مسجدی که مولانا در آن مجلس وعظ داشت. منظره اطرافم به تدریج تغییر می کرد. هر قدر بیشتر از آنجا دور می شدم، خانه ها درب و داغونتر و باغ ها ویرانتر می شدند. بچه های فقیری را می دیدم که در کوچه بی‌ادبی و شیطنت می کردند. بوهایی که از خانه ها می آمد همه تغییر می کرد. بوی ادویه و سیر و روغن بیشتر می شد. سرانجام به کوچه ای تنگتر وارد شدم. اینجا 3 بوی دیگر بیشتر به مشام می خورد. بوی عرق، عطر و شهوت. در واقع به محله بدنام قونیه رسیده بودم. انتهای کوچه سنگ فرش که سربالایی تیزی هم داشت، خانه ای نیمه ویران بود که سقفش را که در حال فرو ریختن بود با حصیر و نی پوشانده بودند. جلوی ساختمان چند زن در حال صحبت کردن بودند. وقتی مرا دیدند با کنجکاوی و تعجب به من خیره شدند. پشت سر آنها باغی پر از گلهای رز رنگی بود
که زیباییشان و عطرشان هوش از سر انسان میرو بود. میخواستم بدانم چه کسی این گلهای زیبا را پرورش داده است. برای یافتن جواب سوالم زیاد منتظر نماندم. زنی درشت هیکل و قد بلند در خانه را باز کرد و بیرون آمد. صورتش آویزان بود و واقعاً چاق و گوشتالو بود. گوشت گردنش لایه لایه بود و شکمش مانند خمره به چشم می آمد. چشمهای عسلی داشت که از شدت چاقی مثل 2 خط باریک دیده می شد. پشت لب بالاییش سیبیل سیاه تیغ تیغی داشت. در شک بودم که این فردی که مقابلم هست زن است یا مرد. با حالتی مشکوک پرسید: چه می‌خوایی؟ در صدایش هم مردانگی بود و هم زنانگی. شاید فردی خنثی بود. صورتش مانند جزرمند بود، مثل آبی که گاهی بالا می رود و گاهی پایین. یک بار مرد می شد و یک بار دیگر زن. خودم را معرفی کردم و از او خواستم اسمش را بگوید، اما جوابی نداد. دستش را طوری در هوا چرخاند که انگار می‌خواست مگسی را بپراند. بعد گفت: اینجا به درد تو نمیخورد. پرسیدم: برای چی؟ گفت: اینجا فاحشه‌خانه ای بیش نیست. شما درویش ها مگر قسم نخورده اید که از شهوت به دور باشید؟ همه فکر میکنند من در اینجا در گناه و عصیان غوطه‌ورم، ولی من خیرات میدهم و در رمضان هم در اینجا را میبندم و حالا هم تو را از گناه دور میکنم. از ما دوری کن، اینجا کثیف‌ترین جای شهر است. با اعتراض گفتم: آلودگی و پلیدی در درون و باطن است، نه در برون و ظاهر. و این هم یکی دیگر از قواعد 40گانه عشق است. قاعده 17 میگوید: آلودگی واقعی در درون و باطن فرد است. اگر در بیرون و ظاهر باشد میتوان با شستن آن را پاک کرد. فقط یک نوع آلودگی و کثیفی هست که با آب هم پاک و تمیز نمی شود و آن خباثت و حسد باطنی است که قلب را مانند پیه و چربی در میان می گیرد. می توان بدن را با ریاضت و روزه تصفیه و پاک کرد، اما فقط با عشق می توان قلب را پاک کرد. خنثی که هیچ کدام از حرفهایم را نشنیده بود، به نظرم اصلا گوش هم نداده بود، گفت: شما درویش ها مختان معیوب است. اینجا همه جور مشتری داشتم اما درویش نه. اگه به تو اجازه دهم که اینجا بمانی، خداوند عذابش را بر ما نازل می کند. از آسمان آتش بر سرمان می بارد که چرا فرد مؤمنی را از راه به در کرده ایم. نفرین شده می شویم. از تو می خواهم فوراً اینجا را ترک کنی. نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. به او گفتم: این مزخرفات را از کجا می آوری؟ یعنی به نظر تو خدا مانند ریش سفیدی آن بالا نشسته که بسیار هم بد اخلاق و عصبانی است و ما را نگاه می کند و هر وقت اشتباهی از ما سر زد سنگ و آتش به سرمان می ریزد؟ خنثی نوک سیبیل نخ مانندش را پیچی داد و با عصبانیت نگاهی به من انداخت. گفتم: نگران نباش، برای دیدن فاحشه‌خانه‌ات نیامدم. باغ پرگلت تحسینم را برانگیخت. با بی‌حوصلگی جواب داد: آها، کار یکی از دختراست. اسمش گلکبیره. خنثی به زن جوانی که بین فاحشه‌های دیگر ایستاده بود اشاره کرد. چانه‌ای ظریف، اندامی بی‌نقص و چشمانی همانند چشمان آهو داشت که عمیق اما غم‌انگیز و دردمند نگاه می‌کردند. واقعاً زیبا و ستودنی بود. وقتی به او نگاه کردم، حس درونی به من گفت که در حال گذراندن تحولی بزرگ است و به زودی اینجا را ترک می‌کند. خم شدم و آرام دم گوش خنثی گفتم: این دختر قلبش پاک است
و به اینجا تعلق ندارد. روزی میرسد که به سفر معنوی برای یافتن خدا عازم می شود. او اینجا را برای همیشه ترک خواهد کرد. وقتی آن روز فرا برسد، سعی نکن او را بازداری و مانعش شوی. خنثی با خشم و نفرت نگاهی به من انداخت و فریاد زد: تو فکر کردی کی هستی؟ اینها سرمایه های من هستند. کسی نمیتواند چیزی در مورد آنها به من بگوید. خودم میدانم که با آنها چه کنم. بهتر است گورت را گم کنی، وگرنه کله شغال را صدا میزنم. پرسیدم: کله شغال دیگر کیست؟ خنثی در حالی که انگشتش را در هوا بالا و پایین میکرد تا بر گفته اش تأکید داشته باشد گفت: باور کن به صلاحت نیست که او را بشناسی. با شنیدن نام کله شغال لرزه به تنم افتاد، اما توجهی نکردم. رو به خنثی کرده و گفتم: به هر حال دارم میروم، اما به زودی بر میگردم. پس با دیدن دوباره من این اطراف تعجب نکن. من از آن درویش های معمولی نیستم که عمرشان را روی سجاده میگذرانند و تسبیح به دست همواره ذکر میگویند و ظاهر هر چیز را فقط میبینند. آنها قرآن را روانخوانی میکنند و سطحی میخوانند، اما من قرآن را در شکوفه های گل، در پرندگان مهاجر میخوانم. من قرآنی را که نفس میکشد را در انسانها خلاصه میکنم و میخوانم. خنثی قهقهه‌ای سر داد و گفت: یعنی تو مردم را میخوانی؟ چقدر چرت و پرت تحویل من میدهی؟ جواب دادم: هر انسانی به کتابی آشکار و مبین شباهت دارد. هر کدام از ما در واقع قرآنی هستیم که راه می رود. آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما و در اعماق وجودمان پنهان است. فرقی ندارد معصوم باشی یا گناهکار. عشق در جوهره ما وجود دارد. از لحظه‌ای که به دنیا می آییم گوهر عشق در درونمان هست و همیشه ما را همراهی می کند و منتظر می ماند تا زمانی کشف شود. و این همان قاعده 18 است. خنثی این بار هم نپرسید که از کدام قاعده ها حرف می زنم. من هم گفتم: قاعده 18 از 40 قاعده عشق شمس تبریزی. کل جهان هستی در درون انسان پنهان است. انسانی که تو باشی. هر چیزی که در اطرافت میبینی، هر چند که به آنها علاقه‌ای هم نداشته باشی و یا حتی افرادی که از آنها متنفر باشی، در درون خودت وجود دارد. برای همین است که نباید در بیرون دنبال شیطان بگردی. شیطان مخلوقی ترسناک نیست که به دنبال فریب دادنمان باشد، بلکه ندایی است از درون خودمان. اصلا نیروی خارق العاده نیست که بخواهد ما را در هم بکوبد. اگر تو خودت را کامل بشناسی و با خودت با صداقت برخورد کنی، به آگاهی که به آن نیاز داری میرسی. وقتی که فردی خودش را شناخت، حتما خدا را هم میشناسد. این بار خنثی دستهایش را در هم گره کرد. کمی به جلو خم شد. چشمهایش را تنگتر کرد و با حالتی تهدیدآمیز نگاهی به من انداخت و گفت: ای درویش، برای روسپی ها موعظه می کنی؟ به تو هشدار می دهم که دیگر اجازه نمی دهم در این دور و اطراف برای کس دیگری چرت و پرت بگویی و از نظریات مزخرف و احمقانه‌ات ما را مستفیض نمایی. بهتر است دیگر اینجا دیده نشوی. قسم میخورم که اگر باز هم اینجا ببینمت، بدهم کله شغال زبان درازت را از حلقومت درآورد و من هم با افتخار آن را نوش جان کنم.